کرد. برای همین فروختن خون یا که سپاریدن خون با مزد با مال باشد در مقابل مال، در مقابل پول، این چی است؟ این السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حکم فروختن خون یا که سپاریدن خون با پول با مزد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعد، الله عز وجل می فرماید که حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، حرام گردانیده شد یا که حرام کرده شد برای شما. برای شما چی؟ میته، مرده، و دم و خون و چی؟ و لحم الخنزیر و گوشت خنزیر برای شما حرام گردانیده شد. برای همین الله عز وجل می سه حرام گردانید. و در حدیث دیگر، در حدیث امام احمد در مسند امام احمد است، امام ارنوطی صحیحش گفته است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید که ان الله اذا حرم اكل شيء حرم عليهم ثمنه. هر آینه الله عز وجل اگر که چیزی را برای بندگانش حرام گردانید، چیزی را برای بندگانش حرام گردانید، پس حرم عليهم ثمنه، حرام گردانید برای او، برای آنها، برای بندگانش پول آن را، ای مزد آن را. ای انسانی که می فروشد همون چیزی حرام را، وای مرده باشد، وای خون باشد، گوشت خوک باشد، همه اینا چی؟ حرام می دارد. خون فروختی، خون پولش حرام است، پولی خون حرام است. با در حدیث دیگر در ابو داود می فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خداوند سه که حرام گردانید، هر آینه حرام گردانید پول او را هم، یعنی که اون پولی که به طریقه واسطه همون چیز می بیاید، طریقه واسطه همون چیزی که می بیاید همون حرام از فروختن او، اونم حرام است. یعنی که هم پولش حرام است، هم خوردنش حرام، و هم مزدی که از او، از فایده او می بیاید، فروختنش هم حرام است. باز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث دیگر می فرماید از ابی جحیفه رضی الله عنه فرمودند که نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن ثمن الدم. میگه پیامبر اکرم، ابو جحیفه میگوید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نهی کرد، ما را من کرد، باز داشت از چی؟ از پولی خون. ای انسانی که خون میفروشد و از او پول میگیرد، همون را پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای ما نهی کرد. برای همین فروختن خون یا که سپاریدن خون با مزد با مال باشد در مقابل مال، در مقابل پول، این چی است؟ این حرام است، حرام است و حرام است برادر جان. برای همین ولی اینجا یک چیز است که انسانی که خون همچون خیر میکند، یک انسان احتیاج خون دارد، با او خون میدهد، در این حالت، در حالت ضرورت هیچ باکی ندارد برای چی؟ برای کمک برادرش، برای نجات دادن برادرش از چی؟ از مردن، برای او خون سپارد یا که برای بیماران خون سپارد، این هیچ باکی ندارد، هیچ باکی ندارد. در حالت ضرورت برای کمک برادر مسلمانش هیچ باکی ندارد که چی؟ خون سپارد. در این حالت او اجر میگیرد، ان شاء الله ثواب بزرگ و اجر بزرگ میگیرد برای کمک برادرش و کمک چی؟ و نجات دادن برادرش از چی؟ از اون بیماری و از مرگ باشد. والله تعالی اعلی و اعلم.